جسارت داشته باشی فرود. مادرجان، عملی نشده ایستاده‌اند. تشکیلات ضرر دیده ایستاده است. شما باشید در اینجا مثل کودکان با هم در افتاده اید. اینطوری شوخی نیست رفیقان، جدی رفتار کنید. شرف مدیا تغییر میکند. من دو جنجال را یک جا گذارید و فکر کنید که محافظان را چه طور نیست کنیم. اگر محافظان در همه جا پهن گردند، تشکیلات دیگر هیچ کار کردن نمیتواند. چشمانتان را کشایید. باید چاره اندیشید. قماندان، فکر میکنم برای ما از جانب پیشوایمان کمک لازم است. قرارگاه قراری نببرابد. در طول یک چند مدت باید پسران آدمان دیندار را گریزانده و دستشان سلاح گیریم و این جوانان از جانب تشکیلات وظیفه‌ها داده می‌شوند. با این راه آدمان دیندار را هم طرفدار خود میکنیم. این کار را به شما میسپارم. پسر رئیس دهه گودیلچه را میگریزانید. آقای زینال آدمی دیندار است. کار را میکنیم که این آدم به خاطر فرزندش شده همه کارش را ماند و از گپ تشکیلات بیرون نبراید. نبیره حتما شمال خورده است. او را احتیاط کنید. حاضر بداش یک چند دورو می‌نویسم آقای زینال. سلامت باش دکتر. پدر این کودک تو هستی. نگاه کردن نیست و به نزدش بیا. دست پدر. بیا. آقای دکتر، این پسری من جاوید کمی شرمگین است. شرمگین. خوش آمدی جاوید. خوش باشید آقای دکتر. با شرمگینیش نگاه نکرده جاوید ناترس است. از او محافظی خوب میبراید. منطقه همان را جاوید بر این جوانان جسور باید حمایت کنند آقای زینال. با خواست خدا همش میشود. انشاءالله همون یک جای مبارزه میبریم. انشاءالله. توبه، گویا این چوپان خودش بیگناه باشد و باز ما را رشک میکند. از دستی دختران بیگناه گردندن میگیرد و گپی خوش را از ما دریغ میدارد. این مردم اینقدر بیوفا بودند، اینقدر بیوفا بودند. خزبان. لبای آن مکتوب رو با برفین کی فرستاد خزبان؟ من از کجا دانم؟ از خودش پرس. خزبان گپ زن خزبان، وگرنه احوالت بد میشود. گپ زن میگویم. سخت ترسیدم. فکر میکردی که من رو ترسانده که بودنی دادری اکا یشه رو میفهمی. خیلی خوبت. سلیم؟ من کی بودنش رو نگفتم. از کجا فهمیدی؟ خزبانی بی عقل، تو که یک سی رو پنهانو کرده میتونسته باشی ها؟ آی بناموس، تو خودت کی هستی؟ به همسری من مکتوب بنویسی؟ گپ زن ابله. تو گپ زن. من کی نویسم؟ به من گوش کن خلید. برخی حال هم همسری من است. اگر باری دیگر تو رو در اطرافش بینم بعد از خودت گیره کن. فهمیدی؟ تو رو از دست این دیوانه نجات میدیم برفین. صبر کن. برفین خیز تو همه آماده شو. گفتم که من نمیروم مادر جان. دخترم دیلو میرنجه. اوف چرا اینقدر یکرم هستی؟ مادر جان من تیارم. به پیشترم چشم نرسد. اینقدر زیبا شده است. برفین خیز تو همه نه مادر جان. خالای زیلوف برای بردن تو آمدم. نرنج لیکن من نمیروم دیلو. نمیشود. در این روز مرا تنها نگذار برفین. من بغیر از شما دیگر کسی ندارم. دخترم من تو را مثل خواهرم دوست می‌دارم. اما اون زن تو حالا هم همسر یلمز هستی برفین. زیلن بیگانه است. یک روز نه یک روز میرود. بیا آماده شو. در این روز مرا تنها نگذار. بیا دخترم تیار شو. مایلش
میروم. تشکر خواهرم. قریب بیگاه شد. کمی بعد مهمان ها هم می آید. بیا خودمان رویم. برفین بعد می آید. رفتیم دختره. تو هم آماده شد. با فکرم خانانش رو برآورده است. بله پسرم، همه سخنانت را یک به یک بگو گفتم. میدانم خوشبختیش را میخواهی، یکی دل قرارش را برآورده است. دیگر از دستمان چیزی نمیآید. خداوند او را خوشبخت گرداند. کیستی؟ این من. از برگشتنت معلوم می شود که او را به خطر رسانیدی. نه، محافظان از پیش را هم برآمدند. او را از دل کشته نمی شود. اینطور باشد. از نزدیک کش. هوا که تاریک شد بده هم می روم. گوش میکنم خواهرم. به نزد دکتر آمده. دکتر نیست. در کجاست؟ با همشیره دل و خودگار آمده است. اگر سخت بیمار باشی رفته جه زنم. نه تشکر. پگاه می آیم. مایدش. برتین شرف مدیا تقدیم میکند. خداوند هر دویشان را خوشبخت گرداند انشاءالله. انشاءالله. برفین خوش آمدید. بیا دخترم بیاشید. خوش آمدی برفین. خوش باشه. دیدم و مهمان ها یکان چیز بیار. خوب شد است یلمز. باز زبان خواهش دارید؟ هیچ چیز نمیخواهم. خدا از تو راضی باشد. از شما هم. خداوند شما را از سرمون دور نسوزد. کودک چه حال دارد؟ مثل پیشتره.
لا اله الا الله محمد رسول الله. مشکل شد؟ بهتر شد پسرم؟ بله پدر، کمی بهتر شد. از آن را گفتم بیا از نماز دیر نمانیم. رفتیم. شما روید پدر، من امروز در خونه میخوانم. کودک رو تنها نمونم میگویم. مایلش سلامت. شما هم سلامت باشید. خب کنی. السلام علیکم. و علیکم السلام. أشهد أن محمد رسول الله. آیسته أشهد أن محمد سیفی عذابی رسول الله. محترم عملیات را ترابری کن. شما از آن طرف رفتید. حي على الصلاة. خدا را شکر فاتحه کردیم. دیگر انتظار نشده پگاه توی میکن. هر چیزی که شما گوید آقای مسلم. وای پگاه بر وقتی بد نیست مگر؟ باید تیاری بینیم خدای زیبود. البته تیاری میبینیم. حجت با تیاری دیدن نیست دیگه. توی کلو نمیکنه. بله راست. مادامی که آقای مسلم همین طور میخواهم پگاه توی میکنیم خارجی. من چی بگم پسرم؟ خودتون میدونید. آقای طاهر شما چی فکر دارید؟ پگاه در نقطه طبی یگان کار نیست؟ خانه داشتوی از همه مهم است. کارها رو بد میکنیم. تمام آقای مسلم. فردا بگاهی توی میکنیم. خیلی خوب. کار خیر را باید زود انجام دهیم. ولی چند سال بنداتم بچه ها به خونه دارم. شما کیسید؟ از ما چی بخواهید؟ بله صدای تیر پرانه از خانه من است. نبید مگر نه یکان تاکان را اینجا زنده نمیبراید. زینال اگر پرونده رو باز نکنی اول بیسرت بمیرد.
نپران سلاحایت رو پرتای مگر او رو بپرانم. سلاحات رو پرتا. بیشتر ردیم و کربازی و فاداری تشکیلات بشود. آقای زینل بیاید رفتیم. اگر از پسی ما آدم کریستی بیشترت رو بپرانم دانسته باش. زود به سربازان خبر دهید. مجرور را باشد و دهه آبی کلام برید. خدا از تو راضی باشد کلی. از شما نیز امک مسلم. شب خوش. شب خوش امک مسلم. در امانی خود. شما هم امک جان. شب خوش. نقص کنید. خوش باشید. مبارک شود دخترم. امان خدا. مبارک شود. شبتان خوش کنید. برفین اینجا خانه ای توست. تو حالا هم همسری من هستی. به خانه هد برگرد برفین. نگذار که آدمان در حقت فکری بد کنند. تو رفته دلی همسرت را یو. مادر من به نقطه تیبی می روم. باید با آقای حامد سوزنده رو گذرانم. میلش. تو کشتی؟ عجبت. خوب هستی پسرم؟ خوبم امک حامد. قریب سودم رو گذراندن رو فراموش میکردم. همین که به خاطرم رسید. وقتی تو رو نگیرم گفته دویده اومدم. در وقت شما دید امک حامد. شرف مدیا تقدیم میکند. این زن کیست؟ آوازا شنوس می نماید. کیچه؟ خدایا توبه. کیچه؟ برای چی مرا کشتن خواستی؟ برای وطنم. دولت خواست که تو مرا کشی. بهوده خودت رو آزاد ندید دختر. خائن بودنت و اینقدر آدما رو فریب داده زهرآلود نمودنت رو نقض میدونم. کچه طاهر و تو نیکی های زیاد کرده است و او تهمت نکن. مادر تمام آرام شوید. شما به خانه روید. برفین رو تنها نگذارید. کنگوی کچه کدام خائنی طاهر رو دیدی؟ با تشکیلات های خارجی همکاری داشتنت را میدونم. جاسوس بودنت را هم. با بهانه تشکیلی محافظان و چشم مردم خواب پاشیدنت را هم. لیکن من نمیگذارم که دولت را استفاده برده به آن خیانت کنی. چرا چون این فکر میکنی که چرا؟ آقای دکتر زود باشه. آقای زینل آمدن. یک از آدمان آقای زینل گردار شده است. رفتیم.
شما چه میگویید مادر جان؟ چرا که چه قصد جان یکم رو کرده است؟ به خدا من هم نمیدونم دخترم. تو خاینی، تو جاسوسی میگوید نمیدونم. من رفته با صحبت میکنم. برفین ایستا. Ağır ketiye dilim Yılmaz باز به نزد او میروی؟ چرا این طرف میگویی زیلن؟ برفین همسری من است. گوش کن، من به تو برای با من وعده داده بودی که با من مثل شوهرم زندگی میکنی. یکی شب با برفین گپ زدنت رو شنیدم. زیلن، احوال برفین خوب نیست. میترسم که یکان کاری خطا نکند. گرچه او با من جمع کند هم مرا پیش هم کنم، من باید او را تنها نگذارم. او را باید دستگیری کنم. من رفتم. ولی چند سال من باختم. برفین یک دقیقه با من گوش کن. از من چی میخواهی؟ تو رو از شوهرت که با بالای تو زن گرفته از نجات میدیم برفین. با تو خونه دور میشوم. من به این هم خونه دارم یک طرف. تو رو از دوره کودکی دوست میدارم برفین. من عذابهای تو رو دیدن نمیتوانم. التماس با من گوش کن. هیچ نباشد 5 دقیقه با من گوش کن. برفین در خانه است؟ نه، به نظارت خانه به نزدیک کیچه رفته بود. کیچه در نظارت خانه چیکار میکند مادر؟ دیروز قریب طاهر را میکشت. چی؟ کو یک هفته بینم. حالا هم مرا فراموش نکردی؟ حالا هم تو رو دوست میدارم کیچه. من هم تو رو دوست میدارم. او گرفته رو برداشته نمیشود. یاشر به من کمک کن. به خاطر روزهای گذشته کمک کن. از من چی میخوایی کیچه؟ مرا رها کن یاشر. کیچه؟ باور کن من دیگر آدمی تشکیلات نیستم. از این پس برای دولت کار میکنم یاشر. دروغ نگوی کیچه. به خدا راست میگویم. اگر حالو همه را دوست داری کمک کن از اینجا گریخته روم. یلماز گناهکار است. با تو ناحقی کرده است. من انتظار میشوم تو از یلماز جدا شو. من به تو خونه دور میشوم. سلیم عقلت رو به سرت گیر. درد دلت رو گوش کردم بس اکنون رفت. من تو رو از ساعت دل دوست میدارم. به خدا قسم من به مثل یلماز نیستم. یک طرفی برفین دور شو از من سلیم. برفین سرده سلیم. برفین سرده میگویم مرو. سلیم سرده میگویم نمیفهمی. سرده من به تو نگفته بودم که تو رو دیگر در اطرافی همسرم نبینه. نگفته بودم اصلا. خلیجت به ناموس. یلماز سرده یلماز نزد. تو مگر کم رو نمیفهمی. راه گر برفین به خانه میرم. نمیروم سرده مرا به هیچ کجا نمیروم. برفین خود بیا. سری مرا با بالا نگذار. تو که صاحب نیستی. از این پس همراهی من میستی فهمیدی؟ نمیستم. با من خوردار نشم همش تمام. تو زنی دیگر داری گفت با من دیگر نمیگذارم.
ای دکتر زود باش. چی شد آقای زین؟ یاره‌دار آوردم. در درون است پسرم. چی شده است؟ چه زخم داره؟ کی زخم دار کرده است؟ آقای زین. سلاحداران پسرم را گریزاندند. در حال به سربازان خبر دادم. از پسشان آنها شدم. انشالله پسرم را صحت و سلامت می‌آورم. آخر نه پسرم نظردار شد. شما اول آرام شوید. آرام شوید. آقای زین. بیا شینید. بیا شینید. آرام شوید. آرام شوید. خانه‌ام را سوزاندن حامی. پسرم را بردن. کی می‌داند با او چی کار کردند؟ آقای زینال شما خواطر نشوید. بید به سربازان هم خبر دادیم. انشالله او رو نجات میدیم. شما سیر نشوید. خواطر نشوید. شد. آرام شوید. آرام شوید. احوالش چه است دکتر؟ هیچ جوی خواطری نیست آقای زینال. همه زور نشکر. خدا از تو راضی باشد. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. میگوید کماندان پسرم را یافتید؟ در تاریکی شب کافت و کاب نمودیم، لیکن افسوس ایزی آنها را گم کرده. ای خدا. از من سلاحدار نمیبراید دانسته باشید. بهوده کوشش نکنید. من به خلق و وطن خودم خیانت نمیکنم. این را دانسته گیرید. دمت را گیر ابله. چیزی را ندانسته بهوده نلق. ما در اینجا بهر خلق و وطن خدمت میکنیم. اگر آدم بر این گوش کنی در اینجا آهسته آهسته همش را میفهمی. سراسیمه نشو. با نوبت اول کشتن را میآموزی، بعد مردن را. یکم این که پسری آقا تو سلاحدار نیو بلکه جنگاور میشوی. دوم این که هر وقت که ما خواستیم لازم شود پدرت را به قتل میرسانی. تو برای ما خدمت‌های بزرگ خواهی کرد. با کمکت آقای زینال مجبوری هم باشد طرفداری تشکیلات میشود. من بازیچه دست شما نمیشوم. از طرفدار شما بودن و مانند شما شدن خدا جانم را گیرد 1000 بار بهتر است. ابله وطن آرام شو وطن با ما لازم میشود. وطن لیکن او را آماده کرده به نزد من بیاد. به عملیات میرود. پیش درا نموده که او را کشم. سیمان راضیش نبود ولی باز نمیدونم برای چی این کارو کرد. خواطر نشد آقای دکتر. میبینید گریخته است. این چی خیلی بشه آقای دکتر؟ گریخته است. نباید دور رفته باشد. زود باشد بچه ها میرویم. مرا ببخش دکتر. من مجبور بودم. این هم هموندنی نیست که باید باید رو داده بود. یعنی خودش چی است؟ این چی کار است؟ این یراق و اسلحه برای یک گروه بسنده است. چی کار کردن اینها را نقض می‌دارد؟ البته اینها سلاح‌های تشکیلاتند. جایهایشان را انیق کردیم. در جایهای دلپور پنهان میکنیم. در وقتی لازمه آنها را برآورده استفاده میبریم.
آن دکتر با ویستان بگشت. پولهای دادم را قبول نکرد. من حیران نشدم. میدانستم که او را خریدن ناممکن است. دخترم در اینجا چیکار میکنی؟ توی سر میشود، همه جمع شدند. بیا رفتیم بلکه توی در خونه هشان میشود؟ نه دخترم، در خانه حامی. آنجا وسیع از گرته، در آنجا میگذرانند. یلمت هم در آنجاست؟ البته دخترم. چیکار میکنی؟ بیایید رویم. او چه نیت دارد؟ عاقبتش بخرش شود. همین انگوشتری ها رو بیاره. ببینید روی قدر بگوش زد. خدا با اونها عمر دراز بوسه پیر شود. مبارک شود. تبریک بکنم. خدا با شما بخت سفید دهد. خدا خوشبخت گرداند. هم دیگر مبارک تشکر. مرحمت آقای مسلم. نوبت شما. سردار وارد. خدا بخش. بخیر گوش کن. من برای خوبی خودم. جواب مرا ده یونس. تو چی گفتی؟ جوابم رو ده. من با سلیم خونه دار میشم. صحيح الأوضاع تغيرت شوي بهالفترة وبلشت الأمور تخرج عن نطاق سيطرتنا، بس في حل كتير بسيط لحتى نخلص من هي الأزمة يا سادة. صدقوني بسيط. إذا حطيتوا نقطة سم بقلب تنكة عسل كبيرة ما رح يتاكل العسل، مو هيك؟ يعني بدنا نفرق بين كل الجهات بنقطة سم تخليهم ما يجتمعوا. يعني بدنا لاعبين جدد على الساحة هلأ. سيدي، صار لنا فترة طويلة متجهين لنشاطات وحركات غير قانونية، وحاولنا بشرق البلاد وبغربها وبشمالها وبجنوبها وخاصة بالجنوب الشرقي ندعم الإرهاب والتطرف ونشجع الناس عليه. بس هلأ بسبب نشاط الناس الديمقراطيين بالبلد صرنا أسوأ من بعض التنظيمات. يعني نحن هلأ بورطة كتير كبيرة ورجالنا خايفين كتير من الوضع، ونحن مو متعودين نتحاسب، وكمان مو متعودين على الممارسات الديمقراطية. سيدي،
الأشرطة اللي نشروها مؤخرا صدمتني، والتصريحات اللي قام فيها هذا الشخص قدام وسائل الإعلام شوهت سمعتنا لدرجة كبيرة، وخاصة الشريط اللي نشروه آخر شي واللي عمل ضجة مو معقولة وفتح العيون علينا. ورجالنا اللي منعتمد عليهم واللي بيدعمونا بهيك ظروف خايفين كتير من هاي الفضيحة، لدرجة انه ما عم بيردوا على اتصالاتي، ما بدهم يتواصلوا معنا. يا سادة، نحن عايشين بكوكب عدد سكانه أكثر من 6 مليارات، لهيك ما فينا نتحكم بكل شيء. اطلعوا بالمناطق اللي فيها حروب ونزاعات. بعرف انتو حاليا خايفين لأنه الأمور تغيرت وفقدتوا السيطرة على كتير أمور، بس بالمقابل فينا نغير هالشي. لازم نركز على الجماعات الدينية والمتطرفة الموجودة بالمنطقة، وانتو بتعرفوا نحن ليش مهتمين كتير بهي المنطقة من العالم وليش اخترناها. لأنه فيها ثروات هائلة وناس مستعدين للموت ومتمسكين برجال الدين بقوة، ونحن لازم نستغل هالنقطة. تتذكروا هدفنا من إنشاء التنظيم؟ كان هدفنا وقتها إنه نصفي القيادات الدينية ونحط مكانه قيادات علمانية، مو هيك؟ بس بالرغم من كل جهودنا ما قدرنا نقضي على الرابط الديني، ولا قدرنا نخضع القيادات كمان لأوامرنا. كان هدفنا الأساسي من التنظيم إنه هالتنظيم يمثل الأكراد، والأكراد بيمثلوا الإرهاب بهي الدولة، وهيك رح نعزز القومية التركية بالبلد ونفرق بين الناس. يعني هدفنا إنه نزعزع استقرار البلد، شرف بس مديا تقدم كل میکند شيء من ظلم باکنال شرف وترهيب مديا وكل شود الممارسات باز التعسفية خبر اللي شود اتبعناها ما قدرنا نحقق شيء. التعسف اللي عم يطبق على الناس هنيك صار موضوع الإعلام. وسائل الإعلام عم تنشر كل شيء، وسكان المنطقة بلشوا يفهموا الحقيقة وعم بيوقفوا مع الحكومة. والخطط اللي حطيناها لإبعاد الناس عن الدين والرموز الدينية بالمنطقة كلها فشلت. بالعكس، زاد المد الديني عندهم أكتر، والناس الراديكاليين اللي كانوا عم يشتغلوا لصالحنا واللي تظاهروا بالتدين ما قدروا يغيروا قناعات الناس. يا سادة، رح أعطيكم وصفة جديدة ترجع الحياة لمخططاتكم من أول وجديد. إذا مو قدرانين تتحكموا بمجريات الأمور ما بيضل غير طريقة واحدة، وهي تطبيق خطة رودس والطاولة المستديرة. فيكن تشتغلوا مع القيادات وتفهموهم إنكم ناس بيروقراطيين وعندكم خبرة كبيرة وحابين تساعدوهم. وهالشي ما رح يلفت الانتباه؟ هذا المفهوم الثوري من أهم المفاهيم بالتاريخ وأهم وسيلة للحكم. هالمفهوم ما بيفشل. ولا تنسوا، البيروقراطيين باقيين والسياسيين بيتغيروا. شو نعمل يعني؟ البيروقراطيين والقيادة رح يقعدوا سوا على الطاولة المستديرة، ورح يجتمعوا بغداء عمل مثلا، ورح يناقشوا مع القيادة أفكار كتير من دون ما يكون معهم طرف ثالث. البيروقراطي بفضل خبرته الطويلة وتجاربه الكتيرة، رح يعرف كيف يجر القيادة ويخليها تقتنع باقتراحاته وأفكاره. وبهالطريقة رح نبلش بأول خطوة من خطتنا، وبعد كذا اجتماع ولقاء القيادة رح توثق فيه وتسلمه أمور كتير، وهذا اللي بدنا نوصل له. البيروقراطي رح يبلش يطالب القيادة بأمور فوق طاقتها، وبعد فترة زمنية معينة البيروقراطي رح يكون مستلم زمام الأمور بكل المجالات، والقيادة الفعلية بالبلد رح تكون بإيده. وهيك رح نوصل للهدف اللي بدنا إياه يا سادة. الفترة اللي نحن عايشين فيها كتير حساسة، مشان هيك بدنا نشتغل على أكتر من خطة واحدة يا سادة. وقبل ما تبلش الانتخابات لازم بكل بيت بالشرق والغرب ينقتلوا ناس مهمين، ناس إلهم مراكز. لازم نفرق بين الشعب والسلطة. شوفوا في الشمال، يعني ببلدكن، إذا ما قدرنا نفرق بين التعايش المشترك للأتراك والأكراد رح تقرب نهايتنا. اعتبارا من هلأ لازم ترتفع وتيرة الأعمال الإرهابية بالمنطقة وأعمال العنف. لازم نخوف الناس، وبكل مكان لازم يكون في مآتم، والحملة اللي بلشنا فيها ضد الوطنيين لازم تزيد وتيرتها. معك حق، هي المعركة رح تحدد مستقبلنا ومستقبل العالم كله، مو بس نحن. ورح تحدد مين يلي رح يكون الحاكم الفعلي. وهالعالم يا إما بده يكون عالم الحروب والدماء، يا إما رح يكون عالم للناس الوطنيين
عالم فيه سلام وأمان. لازم نتحرك ولازم نحارب ونستغل كل قوتنا وجهودنا لمنع الوطنيين من تحقيق هالشي. تو چی کار میکنی برفین؟ جوابی مرا ده. من با سلیم باشم هر میکنم. این کار ناممکن است. جوابت رو نمیدم. جوابی مرا ده. مرا سر ده. برفین دیگر ضرورت نیست. برفین چه شد سفر؟ جوابم را ده میدیم. چی؟ در همین رو جایی جان تسلیمون شده است. من حاضر هستم با عزت مادر بد گردیسم حاضر آقای مسلمانی چه آیه؟ آفرین بله خیلی مهم است. مبارک شد. بیا میروید میمونم خیلی میکنم. بیسمی بچه ها با اون جز بریم. اکی سلیم چی شد خیزان؟ چی واقعا؟ بچه یک خبری نمی‌آوردم. بیا گرنگ نکن. من شنیدم زمان دیده اومدم. برفین این رو دوست داشته است و این مز گفت که جوابم رو ده و سلیم بشم هر میبرویم. راست بگوی خیزمو؟ البته راست میگویم. شنیدم که به خدمت میروی. برفین چی میشود؟ چی میشود؟ اول باید برفین رو بدن گیرم. دختر از ترس یولمز میخواد با من رسد. از یولمز ظالم او رو نجات میدیم. برفین رو میگیرم. بیهوده هوس نکن. یولمز جواب برفین رو نمیدهد. یولمز به دختر ظلم میکند. من باشم و دخیله کرده نمیتوانم. من اگر لازم باشد برفین رو میگریزانم. مگر گریزان نمیتوانی؟ یولمز رو میکشد فهمیده گیر. برای برفین جانم را فدا میکنم. مادامی که او زوری رو به کار میبرد من هم با او همین طور رفتار میکنم. چاره دیگر نمانده است. دختر را میگریزانم. التماس خیزبان این رو به کسی نگوی. زنده باشیم باز رو میخوریم. سلیم این با چه دیوانگی؟ فقط به خدمت حربی میروی بازگون بیعقلی نکنی. تماما که من همینجا هم خواتیر نشوی. شما خیره که یشار؟ به طورم خیزبان به طورم. خیر درباره چه گپ میزدید؟ به خدمت چه شده است؟ هیچ گپ نیاکا. آخر به خدمت میروم. برای خیر خوشکنی آمده است. خیر شد به درون درو. تو را دیدنی میآیند. مایل شکا. آی سلیم میترسم که بازرگان کار کرده سرمون رو به بلا نگذاری. اکنون که باور کنم اگر آنها باز با مقابلم برایم. خدا جان چی کار کنم؟ با من یاری ده، با من روحی رو نشون ده. تو سالها در کوه گشته، سلاح به دست گرفته، مبارزه برده ای. به هر حال تروریست شده گفتنی. بله تروریست. میگویم که تجربه خوب داری و برای تشکیلات حالا هم لازم هستی. با کدام روی نزد دکتر برگردم یا شهر او به من یاری میدهد. دیگر چاره نیست. نزد یا شهر میروم. بله پسر جانم. خدا خواهد پسر جانم. خدمت وطن رو با سری بلند اجرا میکنی.
یاشار این چای رو با جوان ها بده. خوب شد است. کلیده تو نشین من چای رو خودم میدیم. کنی گیره جوان. تشکر. مرحمت گیره. آفرین. گیره مرحمت. شما هم گیره. من شکر. پسرم اکنون به سفر می روی. خدمت را که بود کرده اومدی عروس می آرم. برای خلق و وطنت با ننگ و ناموس خدمت کن الا روزهای خوب نصیبت گردد. در پناه خدا باشی پسرم. خدا یارت بود. از من نگریز. با تو گپ زدن میخواهم. من گپ زدن نمیخواهم. جوابم را ده. گفتمت چیست برفین؟ تو از چی ناراضی؟ برفین من تو رو میفهمم اما سرازی ما شده بعد پشیمان میشوی برفین. بیا کمیدم. از من صبر طلب نکنید که جوابم را دهد. قرار من قطعی است. با شما چی ها؟ با بالای زنش رفتشینم ها؟ شما همین را میخواهید؟ نه با یکون جا نمیروم. در یکون جی خود نمیشینم. نه اگر شما نخواهید به نزد سلی میروم. اون مرا بدلی میگیرد. برفین گوش کن. این کار رو نکن. چرا آمدی؟ یا اینکه دلت طاقت نکرد؟ برفین یلمز تو مرا زدی. مرا ببخش برفین. چی طور شد خودم نفهمیدم. با تو گپی گفتنی ندارم. یلمز همش تمام. برای من دیگر وجود نداری. تو هم این را قبول کن. جوابم را ده. مرا از شکنجه رها کن. برفین در را کشا. برفین من تو را چکر جواب دهم؟ من این را تحمل کردن نمیتوانم. برفین میشنوی؟ جوابی تو را نمیدهم. تو زنی من هستی. به همین دل میمانی. مرا میشنوی؟ برفین کشا در را. من جوابت نمیدهم. تو را با کسی نمیدهم. برفین من تو را با کسی نمیدهم. یلمز او را هم فهمیدن اما لازم. این مسئله را آسان حل کرده نمی شود. این مسئله برای هممون یک امتحان شد. میفهمی یلمز؟ ما باید صبر کرده دعا کنیم. توی تو آمد و سلامت آرومه دارم. با پیش پویت نگاه نمیکنی. کجا میدم؟ خیلی سلام. گریه نکن. هیچ گپ نه. یاشار تو هم زود باش. نهاری تیار است. یاشار سلام علیکم. شکر میکنم. و علیکم سلام. با خدا دیروز کمی دیر کردم. سلیم را دیده نتوانستم. اون رو با خدمت حربی میفرستی گفته شنیدم. میرود انشالله روز میبینیم که خدمت را بود کرده آمده. لازم نبود. الا زود رفته برگردد. میبینیم که مرد زیبا شده برگشته. تشکر اکی. در پناه خدا مونید. کیچه؟ چرا غلغم در اینجایی؟ چرا نرفتی؟ یاشار مرا ببخشی که یکون جایی میرفتگی ندارم. با من یوریده
اگر با من یاری ندهی مرا میکشم. تو چه میگویی کیچه؟ کی تو رو میکشد؟ مرا فریب دادن یاشار. چی شدنش رو فهمیدم. سلاح رو گرفته گریختم. اما با کجا رفتن و با کی باور کردنم رو نمیدونم. من غیر از تو دیگر هیچ کس ندارم یاشار. خوب کردی که آمدی کیچه. نترس، تو رو هیچ کس نمی‌یابد. من حاضر رفته به توحید خبر میدم. نه به نزد او نرو. از او شرم میدارم. اینطور نگوی کیچه. در این لحظه او یاری میدهد. همین جاییست. حاضر رفته برمیگردم. خدا شفا دهد احمد جان. بیایید. تشکر. هزار سال شده. کیچه با خیر است یاشار. به خانه من آمده است. یاشار. کیچه تو در اینجا چی کار میکنی؟ سلطان نپرس. سرم در بلا مونده است. برای یاری نزد یاشار آمدم. چی؟ دیگر آدم نیافتی که چرا با اینجا آمدی؟ نمیمانی که کس با آیلش آرامانه خوشحال زندگی کنند. در اینجا چی گم کردی که اینجا آمدنم خوب نشد. مرا ببخش. من خطا کردم. از یاشار هم نرنج. ما میبرویم سلطان. کیچه مرا ببخش دکتر. برای تو را کشتن مرا فرستادن. مرا با یک بازی کلان وارد کردن. دیر فهمیدم. چی میگویی کیچه؟ نقل کن چی شد؟ درباره تو گپ بسیار است. این رو از من خواستم. برای خدمت‌های کردت میخوان تو رو نیست کنم. آنها چی مسئله دارد؟ با تو چی فرمودند؟ بر ضد دولت مبارزه بردن رو. اکنون آنها مرا زنده نمی‌مانند. تو چی میگویی کیچه؟ این چطور شد؟ آنها کیستند؟ سلطان یک آدمی بالا مقام پیدا شد. جزای فرمانها رو میدهد. گفت که تو سالها در کوه میگشتی. اکنون با دولت همکاری میکنی. هیچ باوریم نمیآید کیچه. کیچه تو چطور به این دام گرفته؟ این را کسی نفهمد دکتر. از دستی آنها دیگر خلاصی ندارم. علاجی ندارم. اول میخواستم که به دولت خدمت کنم لیکن آن سرخی گفتگی چگونه آدم است؟ به هر جایی که رود همه درها برایش باز است. خیلی شخص قدرتمند است. همه از او در هراسند میترسند. مرا هم نزد او بردن دکتر. به من جنایت‌های زیادی فرمود. فهمیدم که چه آروم شد. گوش کن البته با تو کمک میکنیم. این کار خیلی جدی است. یک شخص به تو پول پیشنهاد کرده بود. با یک جا سلاح زیادی روان کرد. زمانی میرسد که آنها با این سلاح یکدیگرشان را میپرانند گفته صحبت میکردن. من همه سلاح را گرفته گریختم. اما نمیدونم با کجا روم، با کی باور کنم نمیدونم دکتر. خواطر نشو کیچه. با گروه خبر میدیم. آماده تو رو میبرم. از آنها همشو فهمیده میگیرید. کیچه تو از آنها نترس. نه دکتر، تو نمیفهمی. آنها در همه جا مرا زنده نمیمونند. مرا میکشند. کیچه با تو میگم نترس، با تو هیچ چیز نمیشود. بیا رفتیم. در نظر نوبدار میگذارم. آنجا بخطر است.
کجا میروی اشرف؟ چی کاری مهم داری؟ از من نرفت سلطان. این کاران طوری که تو گمان میکنی نیست. بله درست است که یک وقت او را دوست میداشتم، لیکن نصیبمان نبوده است. تو زن من هستی، او برای من خواهر است، کسی ندارد. اگر اجازه دهی او را به زوریم نگذارم. این کتاب شد. کی به این جسارت کرد؟ این کار توست. کچه در نزدیکی ها گروهی سیاری زود عمل است. آنها آماده تو رو میبرند. انشالله دکتر. کچه بس از خودت رو اینقدر عذاب نده. گوش کن، اگر در اینجا یکون چیز لازم شد بنا بدار گپ زن. من به نزد بیماران میروم. خوب دکتر، خدا از تو راضی باشه. تو خیلی آدمی خوب هستی. برای عذاب‌های داده مرا ببخش. همش خوب میشود. خیلی شد. خدا میپوشم. تشکر زیلان. شرف مدیا تقدیم میکند. هوا خنک. این رو هم گیر. رویت رو میپیچن. لازم نیست. یلماز با چه قرار اومدی؟ جوابی برفین رو میدی یا نه یلماز؟ من چه خیلی جوابی او رو میدم زیلان؟ میدونم حیاتتان رو سوزانیدم. همه کاری شده شد. برای این رو از تو خواستنش البته سببی هست. جوابش رو ده یلماز. باز یکم بلای به سرت نورم. باری دیگر به تو میگویم زیلان، برفین همسری من است و همیشه همیشه میماند. دستت درد رو ندینم نوشی جانتان با. شما زحمت نکشید، من جمع میکنم. برفین گوش کن دخترم، اینها رو با عکت بر. ای بس چیزی نخورده رفت. به خدا کار این طور نمی شود. چیکار کنم نمیدونم گلی. دیدی چی شده ایستاده است؟ زیغ نشر زیوا، خداوند کسی رو تنها نمانده است. خودت رو به دست گیر. به روزگی خدا مگر کاری می شود. البته اون راهی نشون می دهد. انشاءالله. دعا کردن لازمه فیصلال. اما یک جای دعا میکنه. اله آمین. و دخترمون برفین صبر و طاقت ده. مدد کن که رنج ها از دلش تازه شود. کسی رو بیچاره نگردان. خدایا تو از همه دردها خبر داری. دعا میکنیم که از همین خاندان درد و رنج ها دور شود. دعای کرده ما را به درگاهت قبول فرما. آمین. 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 خوش آمدید. خدا از شما راضی باشد. ما هممون با تو هم دردیم. بسیار زیغ نشو.
خداوند بزرگ است. خواهرها، ثواب است اگر هممون بعد از نمازهایمون از خداوند برای برفین صبر و تحمل خواهش کنیم. بله. انشاءالله خوشایش می‌بینیم. خوش اومدید. انشاءالله. مادر، من این را با کم داده می آیم. برفی، دختری زیبایم. کمتر چهره‌ات را کشو. انشاءالله همش خوب می شود. با صبر باش دخترم. خیر جانی مادر. برفین صبر کن، با تو گپ دارم. یگان گپی بگفتنی امون نمون. یک ترکیست. برفین تا با من گپ نزنی نمیمانم. برفین سرده مرا. ایستا برفین، چرا گوش نمیکنی؟ چرا اینقدر یک راه هستی؟ اما بدان مادامی که تو مرا فهمیدن نمیخوایی، من هم تو را نمیفهمم. جوابات را نمیدهم. بازوری برفین را مجبور میکند. فهمایی اومد. گفته تو شوند. اما تو هم بدون که راههایمون جدا شدند. هرچند در نکاحی تو باشم هم تو برای مرده ای. بگذار در نکاحی تو باشم اما یک روز عوض نمیشم. تو رو میگریزانم برفین. از دست این ظالم نجاتت میدهم. چی شد؟ از برای خدا مادر دیگه چیزی نگوید. دیگه صبر و طاقتم نماند. خوب دخترم، بس است. ای خدا با ما کمک کن. من خودم میبرم. دکتر چی شد آقای زینب؟ احوال کودک خیلی بد از دکتر. خیلی بد. آرام شد آقای زینب. شد آرام شد. او را با در و بدیل خواطر نشد آقای زینب. همش خوب شد. پسرم بخیر است مادر جان. برایت کمی خوراک آوردم پسرم. تشکر مادر جان، اما حاضر بیمار دارم، دیرتر میخورم. خودت میدانی. مادر نگردی. برفی چی حال دارد؟ همان تلخیلی رو افتاده است. برفین نترس برفین. تو اینجا چی کار میکنی؟ من همه چیز رو میدونم برفین. آن یولمز ظالمی میکند. تو را رها کردن نمیخواهد. بگذارم این طرف باشد و تو چی؟ خواهشی با من آیله دور شدنت را میدونم. یولمز جوابت را ندهدم از من میشوی. تو چی ها میکنی سلیم؟ سرده برو سرده. میگفتگیم همین. از من شان نکن. شنیدم که مرا دوست میداری. یولمز تو را رها کند من از خود میکنم. مادام که یولمز تو را جواب دادنی نیست ما هم بغیر از گریختن راهی دیگر نداریم. یکون چیزی میگریست اگر باشد تیر بگریزیم. از بحری خدا سرده مرا سلیم. یولمز رو بینه میکشد سرده. نترس. سرد را با بالا گرفتار نکن. کسی به من چیزی نمیگوید. حالا از اینجا به جای میرویم که هیچ کس ما را یافته نمیتواند. احتمال سلیم رو از اینجا. ای بس به هر دویمون خوب نمیشود. حالا ایست مادرم اقام بیایم این کارو هر دویمون حل کرده نمیتوانیم. نترس هیچ نمیشود. سرده سلیم.
باشد من بگردم میگیرم. برای تو همه کار رو میکنن. ما میگریزیم، بعد آن یلمازی به شرف رو میبینیم که رها نکرده چی کار میکند. اپای زیلان کتابونه که بابایم رو ندیدید؟ ها حاضر میدیم. گیر جونکی من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین به تو هم مثل بابایت میشوی. این از آنی بابایت بود؟ بله از بابایم بود، اما حاضر از من است. من هم مثل بابایم میشوم. مگر مثل آن کس شدن آسان است؟ تو هم میتوانی مانند آن کس شوی، لیکن کتاب و علم های زیادی را باید از بر کنی عمر. آن کس یگانه شخصی بودند که در این جاها با فارسی، عربی و دیگر زبان ها حرف می زدند. بغیر از این از دیگر علم ها نیز با خبر بودند. چقدر کتاب های زیادی را از بر کرده بودند. آفرین زیلان. بابایم را ندانه همه کارهایشان را می دانستی. بابایت مگر کسی بود که او را نشناسند؟ همه دوستش می داشتند، نامشان در همه جا. من همه این را از دهان مردم شنیدم، اما از تو شنیدم میخواستم. یگان وقت نخونیم. آقای زینب، برای شفا یافتنش بعضی داروها لازمند. باید هر چیز زودتر یگان کس رو رها کنیم. مایلش زود میفرستم پسرم، میفرستم. تو در یگان کاغذ به من نوشته ده. سرکم چی شده از آقای دکتر؟ کودک نشانه های بیماری سیر را دارد، او را خوب نگاه بکنید. همین قدر گفتم و جاوید گفتم که ما را تنها مگذار. از جاوید یگان خبر هست؟ نه دکتر، از او خبری نگرفتیم. آزاد آماده شوه. سلاح ها را خوب در دست نگاه داره. زمین. کمر کشه. نه خیلی خوب نه. آفرین، زود باشید، کوشش کنید، همش را می آموزید. آخرین حرکت ها را بخیر زیادی در 2 روز یاد میگیرد. تو خیلی سوست می روی. زود باشید. تو مثل خر حرکت میکنی. کلی زود باشید، زودتر باشید. از دستی من این کارها نمیآید. این دست ها با خواستی شما تیر نمیتواند. میپرواند. این دست برای ما بسیار کارها میکند. عقلت را در جایش گذار جاوید، وگرنه روزت سیاه میشود. و میدانی عقلت را کار فرما. سینون کماندان مراجع میزند. از ما چی میخواسته باشد؟ من از کجا میدونم؟ خب میرویم. کمی صفا دوام دهید، بازگشت نیست. پس نگردید. صفا اینها را مشته. زود باش. کنیک حرکت کنید گفتم. بله حرکت کنید. ازنی زود باش. به امرتان آماده ایم قماندان. مسئله جاوید را میدانید. زود حرکت کنید. سیار چند نفر را تصریف کرده است و جای گفتمان برده جاوید را میکشید. فرض کنید که گویا آنها پرنده باشند، یعنی پسر زینب را از طرف گروه کشته شده است. گفته اعلام میکنید. در اطاعت شما این قماندان. اول یک به مهمانی زینب بروید. او مجبور درش را برایتان میکشاید. پسرش را مجبور میکند
دبلتو و اون مکتوب نویسد. بعد نفره به گروه خبر میبرد که زینل به تشکیلات کمک میکند. آن وقت آقای زینل بغیر از به تشکیلات همراه شدن دیگر چاره ای نمییابد. فهمیدم قماندان. این کار حتی حل شده است. تشکیلات با این راهیه باز چند نفر را به خود همراه میسازد. در مدتی کوتاه خلق خودش خونریزی را آغاز میکند. فهمم قماندان. اما باوری داشته باشید تشکیلات همیشه به جای لازم نیشش را میزند. فهمیدیم قماندان. فهما. تا باز دید. همه‌اش گفته شما بشود. خیلی خوب. آقای زینل را به تشکیلات همراه کردنمان بسنده و خیلی خوب است. گوش کن. زود رفته این داروها رو یافته میاری. فهمیدی؟ فهمیدم. یافته میارم. گیر. این را گیر. آقای زینل شما هم با دهتان برگردید. آن طرفش نزدیک است و او زود میرسم. من هم با شما میروم. وقتمون زیاد نیست. تو چیزی که گویی همون تار میکنیم. تو را زود باش نیست. ما هم دیر نکرده کمی بدتر میرویم. بسیار خوب. دکتر. آقای دکتر 3 نفر آمدند. کیشه را بردند میخواهند. آنها آدمانی دولتند. آنها آدمانی مخصوصند. به هر حال آدمانی بالایند. آمدند. مرحمت. آقای دکتر این کسند. سلام. من از گروه ضد ترور چتین سلطان. خوش آمدید. سفرها بی خطر باشد. وقتی زیاد نداریم. شما باید یک کس را با ما سپارید. او را گرفته بردن لازم. چرا میبرن پسرم؟ خیر است؟ که چرا؟ سحر آمده تسلیم شد. میلش او در نظارت خانه است. مرحمت رفتیم. ببخشید جناب، با شما یک گپ داشتم. شما روید بچه ها، من حاضر میام. رفتیم. آلدو با این حکومت کنیم. خوش رفتیم. مرحمت گوش میکنم. من یک پسر داشتم. بازوری به کوه بردن. زن و کودک دارد. التجا میکنم یاری دید. او را خلاص کنیم. خواطر نشوید. شناسنامه اش را با من دهید ببینم. ما البته او را خلاص میکنیم. خدا از شما راضی باشد پسرم. آقای زینل شما شناسنامه اش را دهید؟ میلش. از شناسایی با شما شد. نه. مرحمت. رفتیم میرویم. با آقای دکتر یک بار گپ زده میتوانم. دکتر اینها کیستند؟ سرباز نی، پلیس هم نیستند. کیستند اینها؟ از گروه ضد ترور. من حجتشان را دیدم. تو نترس. مرا ببخشید خالای زیلو. دخترم من از تو خفه نیستم. تو از همه چیز بیخبر بودی. که چه؟ درمان همیشه برای تو باز است. تشکر دکتر. میرویم. نترسید، با ما باور کنید. تو بیرون دیگه همراه میرویم. تشکر. مرحمت. تو ایستو الدو، من همراه. خدا مددگارت باشد. مایل شکلی شد. برفین اینجا چی واقع شده است؟
برفی همینجور خیر رو کش میکنیم که چه همش رو با آنها نقل کن، جایی ترسیدن نیست. نقل میکنم دکتر. کارات که بود شد براحت به دیه برگرد. آسوده باش فهمه. پناهت به خدا کیچن، از ما راضی باش. تشکر یشر. تو هم راضی باش. اگر تو نمی بودی من کاری نکردم. کیچه با شما امانت. میرویم. با کجا میرویم؟ با کجا بشون؟ خطا کردی کیچه. یشر دکتر چی شد یشر؟ کیچه داد زد. رفتیم ببینیم. چرا اینقدر زود رفتند؟ به نظرت نموده است یشر. میرویم. یه درو میرسیم. چی تو هم نفهم؟ من حیران شدم. آنها از کجا نمیدونم. آدمان کجا هم نمیدونم که چی تو پیدا شدن. انا دکتر اومد. گوش کن طایف. آنها از کجا آمده که چرا بردن؟ نفهمیدیم. ما از همه چیز بیخبر. چی گپ شد؟ دکتر وقتای آخر مخفی کار میکنی؟ طاهر چی شد؟ گفتن که کیچه را سپاریده ای. ما رو ببخشید. اما مجبور شده که کیچه را با آدمان باوری نست. خدای توبه. خدای توبه. خدایا پسرم برفینید. مادر جان آرام شوید. شاید او در نقطه تیبی باشه. آنجا رو دیدم، همه جا رو دیدم، در یک آنجا نیست. پسرم خانتی تو پریشان. این ریمانی برفین از زمین یافتم. شاید او نزد زیلان رفته باشد. نمیدونم. لحظه شما نرفت. یک رفته بینم. رفتی مرا پرتافته رفتی به نزد دختری همسایه رفتی او الدای بی وفا. خزبان به من نگاه. چی میخوری الدای بی وفا؟ به نزد همون خشوریت رو. گوش کن خزبان او رو از نظر روندم. مکتبش را مایده کرده پرتافتم. باز دریوت رو از این رو. خزبان تلویزیون رو کشو به تو گفت دارم. چی میخوایی؟ دیگر به من یه چیز گفته نیستی؟ مایلش خزبان بگذار گفته تو شود. میروم. خیر الدو تا حالا ایست الدو، من حالا بسیار چیزها رو به تو میگویم. حالا ایستا. باز آمد.
اکا یشتر شمایید؟ قزبان یک به بیرون برو، با تو گپ زدن میخواست. خب میلش این آمدنش بخیر نیست بفکرم. مرحمت اکا یشتر. فقط دروغ نگو قزبان. با من گوی که بگو با سلیم درباره چی گپ میزدید؟ درباره چی میشود؟ درباره او گپ میزدید، هوا گپ میزدید. گوش کن قزبان. سلیم بلفین گفته گپ میزد. میدونم بلفین گم شده است. سلیم هم در این جرفان نیست. یگان چیز رو دانی گپ زد. من چیزی رو نمیدونم. بخیر از این من به سلیم وعده دادم که من چه گفتم؟ گپ زن که دیر میشود. این مسئله ناموس است. میترسم که خونریزی میشود. خیر شد. دور نزنید اکا یشتر. نفهمم. کار رو بندرسم. خیلی از این چیز صف برآمدم خودم حیران شدم. یگان حجت پیشین نمون. همش را نابود کردم. هی زیلان خانوم اکنون در نزدیکی تو بودن مشکل می شود. اکنون تو زنی شیخ می شوی زیلان. اگر برفین برگرده چی؟ اگر دختر برگردد همه کاری از دستمون می آمده رو میکنیم. هیچ نشود دختر را یعنی برفین را میکشیم.